با عرض سلام و درود با همه شما دوستان عزیز و کسانی که این ویدیو را تماشا میکنیم. خب یکی از وظیفه‌های نوتر برای افرادی که وظیفه میکنند جای کار میکنند در دولت اروپا نیمه. خب این دولت استونیا است، یکی از دولت‌های اروپا نیمه. چی وظیفه است؟ وظیفه‌اش راهبری و رشد است. خب در ساحه راهبری کسایی که آموزش در راهبری آموزش و رشد همگونه که با توجیه که وقتی میگیم میشه راهبری آموزش و رشد، کسایی که تجربه رهبری خوب دارن پس میتونن که این ویدیو را تا آخر تماشا کنن، چون میتونه که در کل زندگیشون رو دیگه کنن و میتونن که تقدیم کنن به این کار رو رفته در اروپا و در یکی از سازمان های کلان ادامه چکنن کسبه خودشا دوام بده. عادتا این کار برای خاله های که هم اپا های راهبرایی که هست خودمون همونو دو بسیارتر خیال میکنم میزبه. خب بریم دربارش بفهمیم که چی هست. بسیارتر من پرسیدن که اپا چی کار هست برای زن ها. خب اگر راهبر باشن اینا میتونن که دمی چیز بخونن. وقتی هم که درباره این کار چی میکنیم، خب در اینجا دربارهش میخونیم. اینجا چی میگه؟ اینجا را اهمیت میدیم. ما یک رهبری با تجربه، اینجا میگه که ما یک رهبری با تجربه مستقلانه فعال آموزش و رشد رو میجوییم تا با دسته پیپل در اداره تعلیمی خود همراه شود. حسابات دادن به رهبری کلان آموزش و رشد این یک نقشه سهمگذاری انفرادی می باشد که برای راهبری دسته در آینده امکانیت می دهد مثل شما خلاص تجربه های تعلیمی تأثیر بخش خیلی ختم بخونین. بهتره که برای رسیدن رهبرها خودشون خوبتر میدونن که چی کارو میکنن. خب ما اینجاش میگذاریم ببینیم چند قدر معاش میتن. این نقشه به شما امکانیت میدهد که کار در سطح بین المللی با آدمانی که خیلی با استعداد هستند قطعی اونا کار میکنن. راه شخصی خود را به سوی موفقیت ها روی میکنن. تاثیر واقعی و نظر رست را خب تمام تجربه و ملکه های خود را نشون میتین. یک قسم یک دسته جهانی می باشد. خب قسم رسالت ما برای به دست آوردن پول بدون سرحد در حالت مقرری نو باشه. این نفهمیدم چی معنی داره. خب درباره ایش میمونیم میگذاریم در جایی که هم معاش و منفعت های اساسی. خب ما با شما چی پیشنهاد میکنیم؟ واحد های سهمیه های محدود شرکت، یعنی که یک سهمیه اندک از همه شرکت تعلیمی که دارن با شما جدا کردن میمونن. افسریت های سرشمار بزرگ در اداره تعلیمی ما خب یارو میمونیم 6 هفته استراحت مزدناک پس از 4 سال کار میکنیم. 6 هفته استراحت مزدناک میتونه پس از 4 سال کارید. خب اینجا مزد مهنت اینجا میگه که 3080 یورو در ماه. اینا مزد مهنت ماهانه، ماه ده 3080 یورو تا 3830 یورو میتیند. ما آدمان بدون سرحد هستیم، به داوری و بدگمانی نیست. خلاص خودشون چیکار میکنن؟ میگم ما کی هستیم. اگر تقدیم کردن که باشه برای این کار مراجعت کنید. میگه در اینجا نام، نسب، پشت الکترونی، تلفن، جایگیر شوی شهر، رزوم، مکتوب همراه، شما حالا در کجا جایگیر هستید، در کدام کشور، آیا شما حقوق دارید که در استونیا کار کنید. مثلا دولت‌های نباشه که اروپا رفتن نمیتونه و معنیش که هم خیلی. اگر شما حالا روابط استونیا داشته باشید لطفاً با ما بگویید. دربارش میخونید. شما درباره این کار چگونه شنیدید؟ همین تا پرکن میگیری زن هستی مرد هستی رفتن میگیره سین سالتا میگم. خب بعد عریضه رو پیشنهاد کنید. همینجا در عریضه رو پیشنهاد کنید چیکار میکنیم؟ بعد تقدیمش میکنید. خیلی آسان است. انا کسی که تقدیم میکنه آرزوی موفقیت دارم شونه. امیدوارم که همه با زندگی خوب و کار خوب تامین بگرده. باقی زنده و سلامت باشین در پناه خدا.